ببخش مهتری ما را و کهتری ما را، ببخش این سر تنها و بیفری ما را. کشا به صلح و سعادت روضه ما را، ز تن خودکشی بنما رها تن ما را. بیار آن خردی را که برده ای از ما، بیار تاب و توانی فشرده ای از ما. این ابیات بی زوال و جاودانی مال استاد مومن قناعت، شاعری سرشناس ادبیات تاجیک و فارس، یکی از اسطوره‌ای ترین شخصیت های روزگار ما است که این شب و روزها در تاجیکستان 90مین سالگرد این شخصیت برجسته ادب و فرهنگ و سیاست تاجیکستان تجلیل میشه. متاسفانه در 4 سال پیش استاد قناعت از ما بریدند و با خدای خود پیوستند. اما خوشبختانه نسل استاد قناعت، خانواده محترم و با شرف و با عزت استاد قناعت، این میراث ادبی و فرهنگی و شخصیتی و خانه‌داری او را ادامه می‌دهد. در صحبت امروز ما فرزند با عزت استاد دلیر قناعت حضور دارند که ما ایشان هم به تاجیکستان خوش آمدید میگیم و هم به این صحبت، چون ایشان اصلا در کانادا زندگی میکنند و مقیم آنجا هستند، ولی سر هر فرصت می آیند به تاجیکستان و از خانواده و پیونده و از دوستای پدر و از میراث پدر حفاظت میکنند و نگاه میکنند. بسیار خوش آمدید. تشکر. سلام به کارمندان رادیوی آسیا پلوس، به تماشابینان و هواداران شعر مومن قناعت در تاجیکستان، در افغانستان، در ایران، در تمام ایران زمین، اونایی که شعر پدر رو میخوندند و قدری اون شعر رو میدونستند. سلام و درود. بسیار ممنون، زنده باشید. من در آغاز میخواستم همین سوال بپرسم که آیا فرزند شخصیتی چون قناعت بودن آسان است؟ برای من آسان بود. پنهان نمیکنم، برای من آسان بود و راحت بخش و لذت بخشم بود. و البته مسئولیت دارد که مثلا بعضا این همین طرف که مثلا فرزندی مومن قناعت هستی، از بعضی کارهای ناشایسته باید پیشگیری نماید و من سعی میکردم که شأن و شرف پدرم داغدار نشود. ولی من به راستی میگویم بدون هیچ شک برای من اون نصیبی که برای من رسید، فرزندی مومن قناعت بودم، همچون شاعر و همچون آدمی خیلی خاکسار و پاک، برای من خیلی لذت بخش بود و هست. امتیاز داشت فرزند قناعت بودن برای شما؟ امتیازات زیاد داشت. از همه امتیازات ساده من برای شما نقل میکنم. اکثر وقت همین ماشین داشتیم و در جوانی، جولتی جوانی کم سرعت برزن رعایت نمیشد. بعد که پلیسی اینجا میگرفتم، بعد میگفتم که معذرت میخوام، همین پدرم یک جا شتاب دارد. البته دروغ بود. یکی از همون فضیلت هایی که داشتم، یعنی آسان ترین و شما رها میکردن؟ بله. میشناختن؟ استاد میشناختن؟ در واقع پلیسی ما میشناخت؟ همه جا میشناختن و یکی از پلیسی که منو دستگیر کرد و البته دستگیر نکرد، میخواست جریمه کند، وقتی دید که در شناسنامه ماشین اسم پدرم هست، بعد گفتم که من همین باید پدرم رو زود به فرودگاه برسونم، گفت همین رو خاطری داستانی پدرت جواب. کدام داستان؟ داستانی سروش استالینگراد. ولی واقعا یک از یعنی دردانه هایش چیزی خیلی ساده بود، خیلی آسان بود
یعنی مثال ساده روشن، ولی در حیات پدری من برای من خیلی خیلی راهی وسیع شد و هرچی در این حیاتم من نائل شدم، البته با شرافت زحمتی پدرم، نام پدرم. مثلا در مکتب، در دانشگاه، در اجتماع امتیاز میداد فرزند قنات بودن برایش؟ حتما. من اگر اسم پدرم نبود بین 3 خان و 4 خان بودم. با شرافت پدرم رسیدم تا 4 خان و 5 خان. در مکتب؟ در مکتب، در دانشگاه کمتر، مکتب. ولی خوشبختانه هم مدرسان مکتب، هم مدرسان دانشگاهی ما آدمانی خیلی فاضل بودن، نه تنها رو خاطر این که من فرزندی مومن قنات هستم، بلکه اونها میفهمیدن که اون چی تعلیم میدن، اکثر اون چیزی که اونها تعلیم میدن در حیات آینده برای ما ضرورت ندارد و این چیز حیات ما اثبات کرد. صد شکر با اون استادان من، هم در مکتب میانه رقم 25 هم در مکتب میانه رقم 53 شهر دوشنبه، شکری زیاد که همون سالها سختگیری نکردند، برای ما راه گشودند. و البته از یک لحاظ مثلا نام پدر در ختم کردن مکتب میانه و دانشگاه کمک کرده بود، ولی پیش از همه این فضیلت اون معلم‌ها و مدرسانی که اونجا بودند، دوربینی آنها باعث شد که خوشبختانه ما هم مدرسه و هم دانشگاه را با آسانی ختم رساندیم و برای ما راه کار گشوده شد. سر باعث افتخار است. البته نام قنات نه تنها امتیاز برای شما، بلکه نام و کارنامه و پیکار استاد قنات برای هر تاجیک امتیاز است، چون قنات یک شخصیت نیستند که در محدوده فرهنگی و ادبی تاجیکستان محدود شده باشند. اونا فراتر از مرزهای سیاسی تاجیکستان در پهنای شوروی و در نیمی از جهان و خصوصا در کشورهای جنوبی آسیا و در ایران اینجا یک شخصیت بسیار مطرح و شناخته بودند. اما میخواستم که از دوران کودکی ها قصه کنید، از مناسبت انفرادی استاد قنات با شما، با خواهرانتان و با فرزنداش که چی مصروفیت هایی میکرد. مثلا اونا شخصی مسئول دولتی بودند، خب به اصطلاح رئیس اتحادیه نویسندگان بودند، قبل از اون معاون رئیس اتحادیه نویسندگان بودند. البته کار و سفر و مصروفیت ها زیاد داشتند. وقتی خود با شما چگونه قسمت میگه شما میشد لحظه هایی که دلتنگ بشوید برای پدر، برای دیدن پدر؟ حتما. خب در اون چی که سفرهاشون زیاد بود و اکثر وقت در خانه نبودن، این چیز درست است. و وقتی من 14 ساله شدم پدرم برام یک وصیتی گذاشت برای تا آخری حیات. کتابی لیلی و مجنون نظامی گنجوی. روزی که من 14 ساله شدم گفتند رو یک طهارت کن و چیزا. برگشتم، بعد گفتند پسرم من برای تو یک کتاب خریدم هدیه، لیلی و مجنون نظامی گنجوی. ای 14 ساله قرة العین، بالغ نظری علوم کونین، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، امروز که به 14 رسیدی چون سر به اوج سر کشیدی. غافل منشین نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و سرفرازی است. گفتن از بس که من سفرهای زیاد دارم، چیزی بسیاری به تو نمیتونم برسانم. مدرسه علم و دانش تو کتاب‌های نظامی، کتاب‌های عمر خیام و حافظ و سعدی، و هر وقت از سفر میگشتن یکی از این کتاب‌ها رو برام هدیه میکردن.
مخصوصا حافظ، غزلیات حافظ که کتابی بود رو میزی پدرم دائما مهیا بود، همیشه مثل یک کتاب مقدس رو میزی پدرم همیشه وجود داشت و همیشه از اون کتاب بهره مند میشدن. و متاسفانه از بس که سفرهاشون زیاد بود ما زیاد امکان نداشتیم با پدرم معاشره داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم و همین کتاب ها ما رو به عنعنه و عادات، علم معنوی خلق تاجیک، خلق آریایی و برای ما یک دستک بود، برای ما یک چیزی بود که مثلا راهنما بود. البته هر وقت می اومدن با ما هرچی میتونستن وقت میگذراندند و اینها، ولی یک خصلت پدرم این بود که با خویش و تبار از جمله فرزندها، از جمله خویش تباری که مثلا از هرچی نزدیکتر خویش و تباری بود صحبت کمتر بود. یعنی پدرم استثناً کم صحبت میکردن و هیچ وقت مثلا شیرین سخنی و لطیفه گویی و هزل و شوخی در کلام ایشان هیچ وقت نبود. هر یک کلمه، هر یک عباره، هر یک جمله‌ای که میگفتن یک پندی داشت و اندرزی داشت، نصیحت بود و تربیت بود. از این سبب البته من همیشه آرزو دعا میکردم که مثلا با پدرم وقتی بیشتر داشته باشیم و صحبت بیشتر باشد. و اولین بار یادم هست خیلی خوب، تخمینا عمر من 3-4 سال بود و در نزدیک خانه ما دوستای و رفیقای من پرسیدن که پدرت چی کاره هست اصلا. من نمیدونستم، اون وقت نمیدونستم و از پدرم آمدم پرسیدم، میپرسن که شما کار چی داری، کاری شما چی هست؟ پدرم گفت من شعر مینویسم. 4 ساله کودک خوب درک اون رو نداشت که اصلا شعر چی هست. بعد گفتند یک روز من برای تو میفهمونم چی هست شعر و شاعری. و همراه اون وقت اگر شما میدونید حاضر باغ مرکزی اون وقت باغی به نام لینین بود. حالا باغ رودکی است. روبروی همون باغ خانه نویسنده ها بود. اونا میگفتن پدرچنی تحفه، مغازه تحفه ها بود. مشهور بود اون مغازه اون وقت ها. در اونجا همسایه ما تیلا پلودی بودن و غیره و غیره، شاعرها و نویسنده بودن. بعد من رو پدرم گرفت و از همون روبرو برد اون بری خیابان باغ رودکی امروزه. در اونجا یک جا بود که آدم‌ها جمع اومدن، آدم‌ها جمع شدند و پدرم به منبر بر اومد و از منبر شعرخوانی شروع کرد. من اونجا اولین بار دیدم پدرم زیاد صحبت میکنند، به هیجان اومدم. گفتم این چطور در نزد خانه آرام است و همیشه سکوت میورزند، ولی اینجا یک در نزد مجموعه آدم‌ها چطور؟ به هیجان اومدم و نگاه میکردم به اون طرف. بعد گفتم این پدری من. چند لحظه گذشت و نگاهم به چشمای آدم‌ها رسید، دیدم اشک میریزد از چشمای اونها. نمیفهمیدم چرا. تمام شد و محفل تمام شد و بعد از پدرم پرسیدم، اون وقت 4 ساله بودم، گفتم چرا گپت رو گوش کردند و همه گریه کردند؟ گفت من براشون شعر خواندم، شعری برادرم برادری بجان و دل برادرم، درباره عمکی من، درباره برادری پدرم که در جنگ آلمان جان از دست دادن، جان باختن. اون شعر رو خوندم. بعد من پرسیدم مگر مخصوص آدم از دور جا آمد برای گریه کردن؟ و پدرم گفت که این گریه برای اون است که دل خالی شود، درد دل ساکت یابد. اون آب چشمی که اینا میریزن برای دلهای آنها شفا است. البته من اون زمان اون درک
شعر و شعریت رو نمیدونستم و اولین بار وقتی لذت شعر رو من فهمیدم پدرم در خانه بودن و همین وقت رادیوی توجیک سرودی چشمه صباحی برای سپیدم از خنده گل حاضر عوض کردن اینو گفتن هاته گل. خب هرچی باشد برای سپیدم از خنده گل روان و شاب چون نوای بلبل. انا همین شعر در دل من عشق شعر رو بیدار کرد. وقتی این سرود رو شنیدم با افتخار رفیقای من اونجا بودن. تا اون زمان شعری به جای میلیون رودکی برای من عزیز بود. اصلا شعری بلند بود. اصلا بلند برای من هم به جای عزیز. با افتخار اومدم نزد دوستان گفتم برادرها شعری پدری من از رودکی خوبتر. با افتخار. بعد با پدرم گفتن که پسر من تو هر چی گویی این گپو دیگر تکرار نکن. شعر ما خاکریزه اون شعر نیست. خاکریزه اون شعر رودکی نیست. البته استاد با اون خاکساری با اون شخصیتی به اصطلاح با تمکین و با صلابتی که داشتن بعید است که این گپا گفتن این بی بحث است. در مناسبت با خانواده با خواهرها مناسبتشون چطور بود؟ استثنایی بود. استثنایی. خیلی نرم و ملایم، خیلی دلسوز و خاکسار بودن. تصور کنید که من حالا یک پسر و یک دختر کلان کردم، حضور نبیرها کلان می شوند. هر کار کردم صدا بلند نکنم ولی نتونستم. بعضا حتی یک شپلاقم از ما رفت. متاسفانه با تاسف زیاد بررسی میکنم. پدر من در تمام حیاتش، من پسر شوخ بودم. شوخی من اصلا از چی بارد بود؟ از خانه فرار میکردم میرفتم در زمانی که راه گشتن رو یاد گرفتم. تقریبا از همون زمان فرار من از خانه شروع شده بود و با همه این با نظر داشتی که بسیار بعضا از دست من رفتاری ناجا به عمل می آمد. در تمام حیاتشون پدری من با من نه اینکه دست بردارن، نه اینکه شپلاق بزنن، یک حرفی بد نگفتن. یک حرف رو، یک عباره رو با فرمان نگفتن. مثلا بعضا میشد باید به فرزند بگویی که اون بیار این بیار. پدرم عادت داشتن اینطوری میگفتن که خب فکر میکنم نان آوردن حاضر خوب باشد یا آب یا چای آوردن خوب باشد. اینطور میگفتن، نه اینکه پسرم خیز برای من چار بیار. برای ما. ولی برخلاف آنچه گفتید که در زمان خردسالی شوخ بودید، در حال حاضر چهره و صلابت و با اصطلاح قواره شما با استاد بسیار میخوانیم، بسیار آرام، بسیار با تمکین به نظر میآید. شاید این بدترها زیر تاثیر شخصیت شاید همون شاید معامله و یه چیز دیگه میخواستم بدانم. استاد در خانه با شما با فرزندا با زبان ادبی صحبت میکرد یا با لهجه؟ فقط با ادبی. مثلا خویش و تباری که از وطنشون، از وطن کوچکشون، از درواز، از دهه قلعه خون می اومدن، با اونها با لهجه صحبت میکردن و لهجه رو خیلی خوب هم میدونستن. ولی با من فقط و فقط با اهل عائله فقط با زبان ادبی صحبت میکردن و برای من همیشه موضوع تعجب بود که چگونه اگر شما از لهجه درواز اطلاع دارید. من نماینده این لهجه هم هستم اتفاقا. خیلی تفاوت زیاد دارد، خیلی لهجه خاص هست و کلماتی دشوار فهم دارد. من هر چی سعی کردم متاسفانه
نتونستم از بر گرفتن لهجه درواز. خیلی دوست دارم و شیرین هست برای من، نتونستم. و یکی از سبب‌ها شاید همین است که مثلا من با لهجه سمرقند، تاجیکانی سمرقند، چرا مادرم از سمرقند بودن بله. و در بین سمرقندی ها زیاد اینجا. در جوانی ها با پدر درواز می رفتید؟ کرگاوه زادگاه در درواز من یک بار خودم تنها رفته بودم در کودکی. دفعه دوم با پدر رفته بودیم. حدوداً 5 سال پیش با پدرم درواز رفتیم. در همون خانه پدرم حاضر آثار خوانده شده، در اونجا چند روز اقامت کردیم. در درواز یک روز با پدرم بودیم. سفرها میبره شما استاد، مثلا نمیدونم بیرون از تاجیکستان؟ خوشبختانه در سفرهای زیاد با پدرم من بودم و اگر توفیق باشد از پروردگار من یک روز خاطراتم رو درباره سفرهای پدرم بله بسیار چیز جالب میشه. با پدرم در شهر مسکو خیلی زیاد بودیم، در شهر ریگا زیاد بودیم. خوشبختانه یکمین سفری من به خارج به یمن جنوبی، اون وقت یمن دو کشور بود، یمن جنوبی بود و یمن شمالی. بعد از ختم دانشگاه البته. بعد از ختم دانشگاه من به عنوان مترجم عربی و روسی در یمن کار کردم یک مدت. خوشبختانه پدری منم از طرف اتفاق نویسنده های شوروی نماینده بود، راهبری دلیگاسیون بود اونجا و من همراه رفتیم. خوشبختانه ترجمانی هم کردم برای پدرم. سعادتی بزرگ هستی. بله ترجمانی کردم به زبان عربی. البته از وهم و واهمه تر شده بودم از عرب. استاد تاکید کردن که مثلا کسی که ما را ترجمه کرد فرزندی من است یا این کار نکردن؟ نه پدرم تاکید نکرد، ولی مترجم رسمی که با اون ترجمان رفته بودن به همه اعلان کرد که من ترجمان هستم ولی اینجا پسرشون است، پسرش ترجمه. استاد تاجیکی صحبت کردن یا روسی؟ اونجا برخی از کلامشون به فارسی بود، به تاجیکی، برخی به روسی. مثلا با رئیس اتفاق نویسنده های یمن، متاسفانه یاد ندارم اسمشون چی بود، خیلی مرد فاضل دانشمند نویسنده مشهور بود در یمن. با ایشان تاجیکی صحبت کردن. با طور شد که پدر من اونجا مهمانی کنفرانسی فکر میکنم 14 نویسندگان عرب اشتراک داشتن. یعنی نه فقط از یمن اونجا شاعران آمده بودن، شاعران نویسنده ها، از کشورهای زیاد عربستان اونجا نماینده بودن، مهمان بودن. و ملاقاتی که با مثلا با نویسنده های کشورهای دیگر همچون نماینده اتفاق شوروی صحبت بود، همه اون صحبت ها به روسی بود. ولی صحبت های بین خودمانی، بله خودمانی با زبان تاجیکی بود و برای من آسان‌تر بود. چرا وقتی یک چیزی رسمی هست، کلامی رسمی هست، یک بعضی دشوار فهمی جا دارد. ولی وقتی پدرم با تاجیکی صحبت میکرد من دیگر آزاد بودم و آزادانه صحبت میکردم. یه چیز دیگه میخواستم بپرسم، در زمان شوروی فرهنگی های ما، من بیشتر شخصیت های فرهنگی سیاسی ما تلاش میکردن که فرزنداشون مکتب های روسی بخوانند. درست. در خانواده شما چطور بود؟ آیا استاد مثلا تلاش داشتن که شما حتما مکتب روسی بخوانید؟ نه، برعکس برای من البته جایی که ما اقامت میکردیم همین روبروی باغ رودکی امروز مکتبی دو بود و از بس که نزدیک بود و من رفته داشتم و رفیقای من اکثر اونجا میخوندن، من خیلی خواهش میکردم از پدرم که با اون مکتب روم. نمیدونستم که فرق روسی و تاجیکی چی است، ولی
پدرم اونجا تصمیم گرفتن که حتما به مکتب تاجیکی می رویم. خوشبختانه همون دوره ما کوچ کردیم و قرابالا، اونجا که امروز خانه داریم، منزل ما در قرابالا، اونجا هم خانه اکثر نویسنده ها هست بودند، نویسنده های مشهوری تاجیک زندگی میکردن، امروز فرزندهاشون اونجا هستند و نزدیک ما مکتب 25 بود. خیلی خاطرهای نیک درباره مکتب دارم. استادای ما، اگر کسی از استادای ما در قید حیات باشند، بازم تشکر زیاد. راهنمای حیاتی من شما هستید. تمام اون چی که در دنیا نایل شدم من، همش با فضیلت شما است. تشکر زیاد از شما. البته مکتب مکانی است که انسان همیشه از اونجا خاطره خوش داره، صرف نظر از اینکه خوبخوان بوده باشه یا بدخوان، همیشه خاطره خوش داره. خصوصا پس از اینکه مکتب ختم میکند و مثلا به اصطلاح بار زندگی به دوشش میافتد، به یاد دوران مکتبی همیشه افسوس میخوره. یه چیز دیگر است میخواستم، خب شما وقتی که گفتید به محله قریه بالا رفتید و اونجا خانه های خاص برای شاعر و نویسنده ها و به اصطلاح دانشمندا بود، فکر میکنم که باید صحبت های بیگاه روزی یا محفل های و چقچق و به اصطلاح نشست های بین شاعرین ها میشد. درست. شما در این گونه به اصطلاح چقچق ها راه پیدا میکردید و اگر آها این محافل به اصطلاح خیابانی چی تاثیر بالای شخصیت شما میگذاشت؟ نه با همه. خوشبختانه با شاعر و نویسنده ها در محفل های بیگاهی نه، در محفل های رسمی بیشتر بودیم. مثلا توی و عروسی و در این گونه محفل ما اشتراک می‌ورزیدیم. ولی اون محفل های بیگاهی که مثلا اونا جمع شدند و ما اونجا دخالت نداشتیم. استثنا فقط بزرگوار محمود جان واحد همسایه ما بودند و شعرخوانی میکردند. خیلی زیاد به خانه می اومدن، به خانه ما می اومدن. پدری من اکثر وقت در اونجا روز میگذراندن و اینجا از این فرصت استفاده میبرم و خشتبار و نزدیکان محمود جان واحد از اهل عائله ما از تورنتو، از دوشنبه سلام میرسونم. برای ما مثل عضو خانه ما بودن. روانشون شاد بود. یکی از شخصیت های استثنایی تاجیکستان. با محمود جان واحد خیلی زیاد فدایی فرهنگ و تئاتر و ادبیات و شعر تاجیک بودن. اون کس خوشبختانه مرا بسیار دوست می داشتن. هر وقت می آمدن از دستم می گرفتند و در کنارشان می نشاندند و با شرافت محمود جان واحد من در این ملاقات ها اشتراک می کردم. خب شاعرای دیگر مثلا بیشتر کارهای اتفاقی نویسنده ها داشتن، کارهای کاری، صحبت های کاری داشتن. و هیچ کاری را به خانواده می آوردن. بله، از این سبب با ما چندان چیز رابطه نداشتن شاعرای دیگر، شاعرای نویسنده های دیگر. با آنها وقتی محفل های بزرگتر با همراه بودیم و می نشستیم و گوش می دادیم. شما فرزندای شاعر و نویسنده های دیگر و همسایه های دیگری شما، فرزنداشون همسن سالای شما که فرزندای شاعر و نویسنده ها نبودند، چگونه مناسبت میکردید با این به اصطلاح گل‌های سری سبدی فرهنگ و ادبیات؟ خیلی 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 با احترام، خیلی با احترام. و مثلا طوری بود که خب طفل ها حیوان رو دوست دارن. ما هم چند تا سگ آورده بودیم، سگ‌ها. بعد اون سگ‌ها پسر عبدالجبار قهاری، من پسر ممین قناعت و پسر عبیدالله رجب، یک تای سگچه آورده بودیم. خیلی دوست می داشتیم، ولی از بس که عواس میکردن و سر صدای زیاد میکردن
از ما گفتن که اینا رو ما باید از اینجا دور کنیم، چرا خلل میرسونن برای پدر و باباتون، برای کار ایجادی و ما با گریه و ناله راضی شدیم اونم رفت. البته از خوردی عادت کرده بودیم که در خانه شوخون کردن و صحبت کردن و دوادوی و مثلا بلند صحبت کردن برای ما من بود. ما اینو میفهمیدیم و خوب درک میکردیم و اکثر وقت ما اگر کاری بود چیزی بود میرفتیم بیرون. بسیار خوب. یک چیز دیگه رو میخواستم بپرسم، شاید برای شما غیر انتظار هم نباشد، ولی در خورده ها آرزو میکردید که اگر کلان شوید مثل پدرتان باشید یا مثل مادرتان؟ شعرنویسی حتما یاد دارم باری گفتن که به خانه شادروان میرزا ترسونزاده تشریف میارند و تو باید حتما شعر خوانی و همین شعری برادرم حفظ کن. من هم هرچی سعی کردم چند روز ولی وقتی مهمان ها آمدن میرزا ترسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسعید میرشکر، وقتی اینا رو دیدم فقط تانستم همین برادری به جان و دل برابرم تمام شد. ولی اونا هم خرسق زدند و تشویق کردند و این چیز یادم هست خیلی خوب. و من آرزو داشتم یک در شعر یک سهم داشته باشم، یک سطری نوشته باشم. متاسفانه به تاجیکی نشد، ولی یک کم شعرهای جلال‌الدین رومی از مثنوی معنوی به روسی دارم ترجمه میکنم. جای نشر میکنید یا که برای خودتان ترجمه میکنید؟ برای خودم بیشتر. امکان دارد که اینا را نشر کنید یگانجا؟ حتما وقتی تو جای رسید، مقصد نهایی البته نشر کردن و اگر توفیق باشد یک فیلم درباره مثنوی معنوی به جا آوردن، یک آرزو دارم. یکان وقت تلاش نکردید که شاعر شوید، یعنی شعر نویسید؟ خیلی زیاد متاسفانه نشد. استعدادش را نداشتید؟ بله، استعداد نشد. به سبک به زبان تاجیکی میسر نشد. به روسی شعر می نویسم. شعرهای خودتان؟ شعرهای ترجمه. شعرهای ترجمه. تا جایی که من میدانم از خانواده هیچ کسی شاعر نشد، از خواهرها از اینا؟ نه، شاعر نشد. شاید خوب بود. پدرم خیلی در این مسئله سختگیر بود. مثلا من که سعی کرده بودم چند بار شعر رو مثلا در نثر و نظم یک چیزی نویسم، پدرم میگفت که بی مهارت است و بهترین که فراموش کنی. دانشگاه رشته زبان عربی با تشویق پدر رفتید یا که نه؟ این تصمیم خودتان بود؟ این فقط خواهش من بود. پدرم چون اون زمان مود بود که فرزندای به اصطلاح شخصیت ها در همین رشته زبان ادبیات عرب بخوانند و مثلا می رفتن به خارج کشور و به این جاها. با واسطه تأثیری پدرم بود، چرا که پدرم برای من 6 ساله شدم و کتابی دانیل دفو روزگار رابینزون کروزو پدرم خریدن. من وقتی این کتاب رو خواندم فهمیدم که تقدیر من همین تقدیر رابینزون کروزو، من حتما سیاه و مهاجر میشم. و اولین چیزی که از مادرم پرسیدم، گفتم برای سیاه شدن، برای حیات رابینزون کروزو پیگیری کردن چی لازم است؟ مادرم گفتن که زباندانی و من از 6 سالگی شروع کردم با آموختن زبان انگلیسی. در کجا می آموختید؟ از خیش و تبار. در خانه ما منیره خاله، یک خیش ما زندگی میکردن از سمرقند، از خیشان مادرم. از ایشان خواهش کردم، گفتم برای من حروفات انگلیسی را یاد دید. اون که یاد دادن. وقتی من مکتب آمدم، من نوشتن و خواندن حرفای انگلیسی رو از بر کرده بودم. صحبت میکردم، می نوشتم و می خواندم به زبان انگلیسی. این سرنوشت چگونه شد که شما مثلا تنها پسر استاد بودید ولی
کانادا رفتید مثلا؟ خب دیگر من گفتم از همون 6 سالگی من فهمیدم که تقدیر من این هست، تقدیر من هست و زیاد موای خورسندی نبود برای من وقتی فهمیدم تقدیرم رابینزون کروزو هست. من زیاد شاد نبودم، ولی مثل همون رابینزون کروزو پدرش میگفت که پسر سیر و گشت کردن، سیاحت و سیاحی کاری آسان، زندگی شما سخت میشد، ولی با این همه پند و نصیحتی پدر رابینزون کروزو مجبور شد رود. در اصل اسم اساسی واقعی اون رابینزون الکساندر. بله. اون الکساندر که واقعا در 5 سال عمرش در اون جزیره گذراند. از خاطرات ایشون وقتی فهمید سیاح میشد، اونم براش یک زخمی دل بود، میترسید از این کار. منم همچنین. ولی تقدیر من فهمیدم در 6 سالگی تقدیری من همین. از این سبب مسئله رفتن با کانادا، مسئله کانادا اینطور بود که من 7 سال در دبی در شرکتی با یک رفیقم شرکتی هواپیما شرکتی بارکشی با هواپیما تأسیس داده بودیم و سفرهای زیاد طلب میکرد که مثلا از دبی پرواز کنیم به اروپا و با مثلا کشورهای سابق شوروی زیاد سفر میکردیم و وقتی بازاری این کاری ما یک کمتر تنگ شد، مصلحت شد که من به امریکا و کانادا رفته اونجا یک کاری پیدا کنم که هواپیمای خودمون رو اونجا برده با استفاده بریم در کانادا. با این وسیله من به کانادا رسیدم به کانادا و بعد خوب دیگر فرزند و مقیم شدند و حالا شهروندی کانادا را دارید یا نه؟ حاضر شهروندی کانادا رو داریم برای از تاجیکستان چی؟ حفظ شد یا که شهروندی تاجیکستان؟ متاسفانه من که شهروندی تاجیکستان رو هیچ وقت از دل پاک نمی کنم. متاسفانه قانون های اینجا فعلا اجازت نمیدن که دو شهروندی داشته باشی. ولی البته وطنی من تاجیکستان عزیز مهربان من وطنی من هست. کانادا شهروندی، یعنی شهروندی معناش چی هست؟ جای اقامت، جای استقامت، هر کجا باشی با تاجیکستان. لحظه های پایانی عمر استاد، زمانی که استاد پیر شده بودن، آیا بار خواهش کرده بودن که مثلا برگرد بیا تاجیکستان؟ همیشه خواهش میکردن که وقت رسید و برگرد. البته سالی که رفتم به کانادا گفتن خب تصمیم درست است و همش خوب میشود و نگران نباش و همش خوب. من خوب میبینم آینده شما رو در کانادا. ولی تقریبا 10 سال آخر تاکید میکردن که هر وقت نیستی بیا. منم کوشش میکردم بیا برای خبر گرفتن یا برگرد؟ برای برگشتن. حتما برای برگشتن. برای من تاکید میکردن که همون آثارخانه درواز، آثارخانه من نیاز ندارم، این قناعت آثارخانه نیاز ندارد، شعر من اون قصری من هست، من نیاز ندارم برای آثارخانه و این چیزا. اون خانه رو برای شما ساختم، برگرد به تاجیکستان و اون خانه از توست، صاحبی کن. بله صاحبی کن اون خانه رو و اگر امکان شد حتما برمیگردم به تاجیکستان، حتما برمیگردم و فرزندای من که اینجا بودن چند دفعه خوشبختانه خیلی دوست دارن و سفری آخرین فرزندای من بود از تورنتو به دبی. در دبی فرزندای من 8 سال زندگی کردند. وقتی برگشتن به تورنتو من با دقت گوش میکردم که چی میگویند. بعد گفتند در این سفر ما از تورنتو و دبی و تاجیکستان بیشتر از همه برای ما تاجیکستان شیرین بود. این لحظی فرزندای من بسیار برای من جالب بود و بسیار عزیز. درباره فرزندا که صحبت که چند سال پیش یک گروه روزنامه‌نگارا از افغانستان آمده بودند با درخواست نویسنده برجسته و فقید افغانستان رهنورد زریاب
روان شاد باد اون زمان زنده بود. ما به خبرگیری استاد رفتیم. بعد استاد از شما صحبت کردن و از نبیره ها بسیار با محبت صحبت کردن. من میخواستم دانم که فرزندای شما در کانادا چی کار میکنن، چی مصروفیت دارن، چی خواندن، در چی رشته؟ فرزندی پسری من، پسری کلانی میرزا جان در کانادا بخشی بایوکمیستری یعنی یک علمی هست بین بیولوژی و کمیستری، بیوشیمی. در اون بخش دانشگاه رو تمام کرد و دکترانتی هم تمام کرد و حاضر عنوان پست دکتر، یعنی بعد از دکتری یک چیزی. استاد دانشگاه هست؟ یک زمان بود در دانشگاه یورکی تورنتو، اونجا آموزگار بود چند مدت. حالا یک جای کار یافت در شهر مونترال. در مونترال یک شرکت، یک لابراتوری هست که اونجا انواع گوناگونی لوازم طبی، نه اینکه داروواری باشد ولی لوازمات طبی، به اصطلاح تکنیک طبی و زبان در اونجا رئیسی اون چیز هست، مرکزی تحقیقات، مرکزی تحقیقات اونجا کار میکنه در مونترال. دخترتان؟ دخترم در همین رشته حالا کاری دکتریشون تعیین میکنن برای حمایه و انشالله تا همین چند سال آخر. فرزندا خانه‌دار، ازدواج؟ بله، فرزندی پسری من میرزا جان ازدواج کرده و حاضر 2 تا پسر دارد و 1 تا. همسرشان کانادایی است یا؟ بله، در اونجا آشنا شدن. اصلشون از فرانسه هست. و با زبان انگلیسی و فرانسوی. حالا نبیرای من زبان مادریشون شد فرانسوی صحبت میکنند و انگلیسی صحبت میکنند و من از جانب خودم زبان تاجیکی یاد میدم تا جایی که امکان دارد. بله، روسی، با زبان روسی میفهمند اون چی که خودی پسرم نبیرای من گفت. چند نبیره داره؟ 3 تا شد. بزرگشون اسمشون مسعود، ما اسم تاجیکی گذاشتیم. مادرش اسم لیام رو اضافه کرد. حالا 2 اسم دارد، لیام و مسعود. اونم به افتخاری احمد شاه مسعود و داستانی بابای پسرم فرزندی شادروان میرزا ترسونزاده، مسعود ترسونزاده. به افتخاری بابایشون این نام گذاشتن. نبیره دومی من وقتی چند سال است نبیره؟ 7 ساله شد. نبیره دومم اسمشو گذاشتم تاجیک. تاجیک. چرا مادرش گفت من میخوام اسمشو جک بذارم. گفتم خب شما جک بگید، ما میگیم تاجیک. و اخیراً یک نبیره من دخترچه از نمیدونم خیلی چیز شد، تصادفی بسیار برای من شیرین. مادرش گفت من میخوام اسمشو مایا بگذارم، مایا. بعد من تحقیقات بردم فهمیدم که مایا یکی از اسمای عتیق تاجیکی. خب شما میدونید که فرهنگ و زبان فرانسه با ما خیلی نزدیک است و بعضی کلمات و عباره ها فارسی از فرانسوی بسیار تاثیر پذیرفته است. همین از تصادف همین کلمه مایا. فرزندای شما آیا مثلا میدانند که باباشون نمیگه یک شخصیت بزرگی است؟ حتما اومده بودند و
در همون روزهایی که آمده بودن اینجا یکی از جشن‌های پدرم بود و در اون جشن هم اشتراک کردن و همیشه از برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان برنامه‌ای که راجع به پدر من راجع به بابای بزرگشان میرزا ترسونزاده هست، چرا اینا فرزندای هم میرزا ترسونزاده هستند و هم خانواده. همیشه با اهتمام کامل گوش می‌فرمایند، گوش می‌کنند، سعی می‌کنند کتاب‌های پدر، کتاب‌های میرزا ترسونزاده رو مطالعه کنند. شما مادرشان فرزندا اگر با هم دیگر صحبت کنید تاجیکی صحبت میکنید یا انگلیسی؟ تاجیکی، بعضا تاجیکی صحبت میکنیم، اکثرا روسی و انگلیسی. روسی و انگلیسی. خب دیگر وقتی نبیران باشند ما میخوایم که نبیران در جریان باشند که صحبت درباره چی هست و اونجایی که نبیران هستند ما انگلیسی صحبت میکنیم. در کانادا در نظر دارم در محیط‌های فرهنگی و ادبی با آثار استاد قناعت و ترسونزاده و اینا آشنایی دارن؟ من چطور است؟ کتاباشون هست اونجا؟ ترجمه شده است نشده است؟ اکثرا تاجیکستانی هایی که اونجا زندگی میکنند یا تاجیک های افغانستان و تاجیک های افغانستان، تاجیک هایی که مثلا از تاجیکستان رفتن اونجا زندگی میکنن حتما میدونن. با دیگران من زیاد معاشره ندارم و کانادا کشوری هست که اکثر مردمی مهاجر بله میدونم بله مهاجر هستند و مثلا از میراث خلق ما چندان وارد نیستند، ولی مردم افغانستان و ایران و تاجیکستان که در اونجا اقامت میکنند حتما میشناسند و احترام میکنند. وقتی که استاد گذشتند ما میدانم که شما پیش از این وقتی که استاد بیمار بودن شما آمده بودم مخصوص آمدم آمده بودید، من در جریان بودم، ولی فکر کنم وقتی که استاد گذشتن شما رفته بودید. گفتن اون وقت رفته بودیم. بعد از این مثلا 3-4 سالی که گذشت آیا افسوس یا ندامت میخورید که مثلا؟ همیشه من فهمیدم که پدری من با عنوان قلب من بود. قلب من همون روزی که خبری این فاجعه برایم رسید، از همون روز از کی رسید خبر؟ خبر از یکی از خویشتبار ما. اون وقت من همون نماز فجر رو انجام دادم و البته از طرفی همسرم عمه همسرم زنگ زد و گفت که با دلیر گوی که حتما به خانه زنگ زند. منم تازه از نماز فجر آزاد شدم و زنگ زدم به خانه و از لفظ خواهرم فهمیدم که پدرم از این دنیا گذاشتند. این فاجعه بزرگ و عمل آمده است. روانشون شاد باد. استاد آیا در لحظه های پایانی عمرشان تلفن میکردن و صحبت میکردید؟ از چیزای شکایت میکردن؟ مثلا از یگان چیز دل شکسته بودن، یگان به اصطلاح رنجیش، یگان نارضایتی داشتن از جامعه، نمیدونم از دولت است، از مردم است، از محیط است؟ اصلا هیچ وقت اینقدر قهرمان پیکر و قهرمان صورت و قهرمان سیرت بودن هیچ وقت شکایت نمیکنن. من از زبان پدرم یگان شکایتی نشنیدم هیچ وقت. همیشه دستگیری و دلسوزی و این چیزها بود و شکایت من نشنیدم. یک سوال است بسیار خصوصی است، اگر خواهید جواب دید اگر نخواهید نی. مثلا میشد که شما برای استاد پول بفرستین برای زندگی و این چیزها، یا که استاد من تا جایی که امکان داشت همیشه میفرستادم. همیشه از روزی که من سفر کردم به دبی همیشه این فکر من رو پیگیری میکرد. همیشه تا جایی که بود تا آخرین لحظه میکردم و میکنم دستگیری. البته خانه‌ها فرزند یک خانواده سنتی است و بیشتر از میگم که پدر من هیچ وقت محتاج نبود.
من از همین دیدگاه پرسیدم که نیازمندی بود محتاج نبود، ولی همون ساختمانی اون آثارخانه، خانه‌ای که برای من در درواز می ساختن، اون خرج زیاد می‌خواست. خوشبختانه ریاست جمهوری ما همیشه دستگیری می‌کردن پدرم ما تا لحظه آخر دستگیری مالی و معنوی مهیا بود از جانب ریاست کشوری ما. از این لحاظ هیچ وقت محتاج نبودم پدرم، فقط همون خانه‌ای که در درواز می‌ساختن اون خرج یک کم سنگین بود برای پدر، چرا زمان پیری بود و زبان دشواری اقتصادی در تمام کشور بود اون زمان، در تمام جهان گویم اون زمان دیگه دشوار بود. در تمام جهان امروزها وضعیت اقتصادی جالب نیست و من میفرستم تا جایی که میتونستم. وقتی که استاد خدا رحمتشون کنه گذاشتن، من وقت سردبیر روزنامه آزادگان بودم، یک مطلب نوشتم درباره استاد. عنوان مطلب همین بود: قناعت اسطوره‌ای ترین شخصیت تاجیکستان بود. استدلال من چی بود؟ من گفتم که صرف نظر از همه احترام و عزت و شهرت و معرفتی که داشت، هیچ وقت اجازت نداد که شخصیتشان زیر بار مثلا ایدئولوژی ها یا سیاست ها یا حزب ها یا نمیدونم شخصیت ها رود. و این واقعا ایشان یک شخصیت استثنایی کرده بود. ولی تا جایی که من آگاه هستم، شاید شما در جریان باشید، مثلا 8-9 سال پیش بعضی از صحبت های استاد برای بعضی دایره ها نفاریده بود و خب بعضی گپ و کلاش های دیگر هم شد. از این بابت شکایت ها داشتن، یگان چیزا میگفتن یا نه؟ شاید جا داشت، متاسفانه چون که گفتم پدرم با شخصا من، با خواهران من، با مادرم خیلی کم حرف میزدن و مخصوصا اون صحبتی کارهایی که مربوط بود با شعر و شاعری و اون رقابت و مثلا گفتمان ها، بله، اون چیزی که بین دایره شعرا و بین نویسندگان اون چیزی که میشد، هیچ وقت در اطلاع نمیگذاشتن ما رو، یگان خبر نمیرسوندن. شما از کنار در جریان بودید که مثلا همین گفتگوزارها هست یا نه؟ من راستش میگم نه. اون چی که من خیلی خوب میدونم، پدری من خوشبختانه آدمی خیلی دوربین بودن و در کارهای سیاستی داخلی کشور، سیاست جهانی وارد بودند، خوب میدونستند. سالهای زیاد به عنوان مسئولی کمیته صلح کار کردند در اتفاق شوروی و مهر و محبت خلق تاجیک، خلق شوروی تا جایی میرسوند که مثلا از اون خرخشه و گپ های پست و بلندی که در این اطراف ایجادیاتشان رخ میداد، این رو زیاد نزدیک نمی گرفتن پدرم. خیلی در این مسئله خونسرد بودن. خب امروز که مثلا استاد نیستن و شما که آمدید مثلا به تاجیکستان و قرار است که جشن 90 سالگی استادم برگزار شود، از دید خودتان مناسبت، احترام به میراث قناعت چگونه است؟ به میراث ادبیش، به میراث شخصیتیش. من در نظر دارم هم در محیط‌های شاعرها و نویسنده هم در محیط‌های سیاسی، حکومت، اینجاها. برای شخصا من و اهل عائله من بعد از رفتن پدر چشمای ما باز شد. وقتی چشم پدرم بسته شد، چشمای ما باز شد. ما باز با نگاهی عمیق‌تر به شعر و اون نوشته های پدر دقت می‌فرماییم. برای شخصا من معنی و مضمون شعر پدرم باز هم عمیق‌تر و باز هم
ارزشناکتر شد. در جامعه تاجیک من فکر میکنم اکثر هواداران شعر مثل من و باز اون جبهه هایی که پیشتر مثلا اهمیت نمیدادن با اون چیزها، پدرم زنده شعر باقی، آدم با یکی از جبهه های اون شعر و مضمون هایی که پدرم در شعر آورده بودن شاید دقت نمیدادن. امروزها از زبان بعضی اون نویسنده های شاعرایی که من ملاقات کردم در چند روز آخر، من احساس کردم که اونا هم یک چیزی جبهه های پیدا کردن که پیشتر اهمیت نمیدادن. خب من میفهمم که به گفتی آدما اون آخرت نزدیک است و روزهای چیز مثلا دیگر مقام و اهمیتی شعر و شاعری تدریجاً احتمالاً پایین‌تر میرد و مثلا کارهای بازرگانی و دنیوی باز هم اعتبار پیدا می‌کنه. این چیز طبیعی هست. ما این را باید در نظر بگیریم که این چیز حتمی هست. من در نظر دارم که شما به عنوان فرزند قناعت از احترام و عزتی که امروز از قناعت میشه در تاجیکستان راضی هستی؟ حتما و برای من خیلی جنبه افتخار بود. از همین اولین قدم های من در فرودگاه من رو خیلی خوب استقبال گرفتن نماینده های رسمی فرودگاه در همون قسمتی اون چی که شناسنامه رو تفتیش میکنند و اینا خیری مقدم کردن، خوش آمدید. شناختن گفتن فامیلیتون برای من آشنا است. من گفتم من پسری مومن قناعت. گفتن خوش آمدی پسری مومن قناعت، وطنی تو، اینجا مهمانی ما هستی. برای من خیلی خوش بود. البته چندین سال وقتی میبیایی روزگاری استاد قناعت، شخصیتی مثل استاد قناعت امکان میدید که ما ساعتها درباره او صحبت کنیم. درست. ولی با گفتی بزرگا که هر کار آغاز است تا انجام است. منم بسیار خوش شدم از این صحبتی که با شما داشتم. غیر قابل تصور من که مثلا فرزند قناعت در دوشنبه تولد شده باشه، در محیط روسی دوشنبه در دوران شوروی بزرگ شده باشه، در خارج کار کرده باشه و سالهای آخر در خارج زندگی کند. من گمان میکردم که از فرزند قناعت میان با یک زبان بسیار شکسته تاجیکی که زیر تاثیر زبانهای دیگر است، ولی شما بسیار راحت، بسیار خوب، با شرافت پدرم. البته این چیز حس میشد که چگونه یک شخصیت بزرگی بود از قناعت که با وجود همه این عامل ها مثلا همین روح ملی، زبان ملی، به اصطلاح همون چه بگیم، همون هویت، همون کیستی ملی در وجود شما بسیار پابرجاست. با عنوان آخرین سوال، آیا مثلا این افسوس و ندامت همه کسایی که مهاجر شدن یا که در کشورهای دیگر مقیم شدن دارن، شما افسوس میخورید که مثلا نسل قناعت یعنی نبیره های شما تا رفت از زبان تاجیکی، از محیط تاجیکی، از فرهنگ تاجیکی دور میشن، بیگانه میشن؟ شاید بعد چند نسل اونها اصلا پیوندی نداشته باشن با. حتما ما سعی میکنیم این چیز رخ ندهد. حتما سعی میکنم و نبیرم زبان تاجیکی یاد بدم، سعی کنم برگردن به تاجیکستان و افسوس میخورم، حتما افسوس میخورم که مثلا فرزند من میرزا با زبان تاجیکی خیلی خوب میفهمد. چرا ما بردیم با مدرسه تاجیکی، در مدرسه تاجیکی خوانده بود، ولی وقتی رفتیم دوبای اونجا دیگر مدرسه تاجیکی وجود نداشت، مجبور شدیم با مدرسه انگلیسی. اون وقت 9 سال عمر داشت و از اون بر رفتیم کانادا. در کانادا مدرسه تاجیکی نیست. از این سبب گرچند که زبان تاجیکی رو خیلی خوب میفهمد و درک میکند، صحبت کردن یک نوع مشکل است و من
قول میدم که تا جایی که میتونم، تا جایی که اقتدار دارم برای فرزندام، برای نبیره‌هام زبان تاجیکی از بر یاد بگیرن، از شعر و اون نظم و نثری که پدرم میراث گذاشتن، از نظم و نثر شادروان میرزا ترسونزاده در جریان باشند و اون میراث رو ذخیره فرمایند. چیزی بود که شما شخصا میخواستید درباره او حرف زنید من نپرسیده باشم؟ خب یک چند چیز بود در دوره کودکستان بگیم. بله، باغچه. این بود اکثریتشون روسا هستن. در همین روز یکی از این پسران، این پسر اینجا ما رو آوردن برای چی؟ برای سرود خواندن. و این پسرک که با من بود، با این پسر گفت آیا تو میدونی که سببگار این بدبختی ما کی هست؟ شعرا. یکی از شعرا پدری توست که شعر می نویسد و ما مجبور هستیم در همین جای تنگ بیستیم و چندین ساعت. این هم عکسی پدرم، 50 سالگی پدرم در تئاتر لاهوتی. اتفاقا استاد آدمی با صلابت و بر تعبیری برادرای افغانستان تا خشتیپ هم هستن. درست. مثلا شماره زیاد عکس‌های استاد قناعت در اینترنت و در رسانه ها در اینجا میچرخد، پیدا نمیشد عکسی که مثلا استاد قناعت تمام خشتیپ نبوده باشه، مثلا یا موشان به ترتیب باشه یا لباسشون وای باشه. این من حتما برای شما میرسونم از اون. حتما میرسونم. دارن این گونه عکس‌ها؟ بله. اون چیزی که مثلا با لباسی میشه عکس‌های دیگه رو ببینید. آره. حتما از هر کدام این عکس‌ها خاطره ها داره. بله. این همون روزهایی که پدرم در یمن بودم، متاسفانه اینجا من و رفیقای ما در همون جشن 14 سالگی انقلاب یمن شعری دارن، نامش یمن. اون شعر من یک سهم دارم در اون شعر که با یمن برای دیدن من آمده بود. این دوره سربازی تانه؟ این همون سربازی ما بله در یمن بوده. خب این هم فکر کنم سربازی های یمن است. این عکس از مکتب میانه باشد یا از دانشگاه؟ این تصادفاً این. خب اینجا هم استاد است با جمعی از شاعرها بزرگا. خب استاد فکر کنم شعرخوانی. بله شعرخوانی در همون یمن یاد دارم برآمد میکردن زیاد از منبرهای همون انجمن نویسندگان یمن. تخمینا همین سین و سالی که پدرم در یمن اشتراک کردم، من مخصوص اینو انتخاب کردم چرا خیلی خوب یاد دارم که همچنین در همین سین و سال اونجا بودن در یمن. اینجا من همون آدم‌هایی که به واسطه در حیات و ایجادیات پدرم نقش گذاشتن اینجا آوردم. بصیر رسا یکی از آدم‌هایی هستند که پدرم را به عرصه شاعری آورد. چگونه؟ پدرم بسیار آدمی خاکسار و حتی شرمگین بودند و گرد و اطراف اتفاقی نویسنده میگشتن ولی جرأت پیدا نمیکردند که شعرشون رو بیارن و با باقی رحیم‌زاده بسپارند. گرچنده که پیش از آمدن به دوشنبه آموزشگاه خواندم و از جانب باقی رحیم‌زاده تکلیف کرده بودند که بیا و با ما هم صحبت شد، ولی پدرم از شرمگینی و از خاکساری نمیتوانستند بیان. همین آقای بصیر رسا مثل برادر بودن برای پدرم و همسبق بودن با استاد.
ایشون بیشتر نویسنده بودن و مجله خارپوشتک. ولی میدانم اینا درازعمرترین سرمحرر در تاریخ روزنامه‌نگاری ماست. از سال 65 تا 2002 سردبیر مجله خارپوشتک بودن. یکی از دوستای صمیمی و من در وقتی کودک بودم فکر میکردم اهل عائله ما هستند، برادری مثلا پدرم یک خیشتباری پدر. بعدا فهمیدم که این دوستی خیلی نزدیک و صمیمی همین بصیر رسا بودن که پدرم رو با این گرداب شعر تله دادن و به این وارد کردن. اینو برای شما استاد نقل کرده بود؟ اینو خودی پدرم نقل کرده بودن. از این عکس چه خاطره دارید؟ این عکس لایق شیرالی. این پدرم، حیاتی پدرم مثل یک ماتم گذشت، چرا که از خوردی در وقتی جنگی بزرگی وطنی سخت‌ترین لحظات تاریخ جهانی هم پدر و هم مادری ایشان گذاشته بودند. آن غم غصه رو در دل داشتن. این غم و غصه رو فقط با لایق شیرالی دوست و همکارشون فراموش میکردن. چند لحظه نقش لایق شیرالی این بود که پدرم، همون فکر میکنم شعرهای روان و صافی که پدرم نوشتن با تاثیر لایق شیرالی بود. استاد حتی در یک صحبتشان گفته بودن که وقتی که لایق از دنیا گذشت من چند سال نتوانستم چیزی بنویسم. اون که پدرم نوشت جانم رفت با لایق، این چیزی تن باقی موند و جان با لایق رفت. این عکس بیشتر همون وقتی پدرم یک سوالی بشنیدند و با تفکیر می افتادند. در این عکس شما هستید، استاد است و یگانه فکر میکنم یگانه عکسی که من جرأت کردم با پدرم یک جا عکس بگیرم همین است. این کدام محفلی هست؟ یگان توی عروسی است؟ محفلی عروسی فرزندی خواهر من، دختری خواهر من اینجا بزم عروسی ایشون بود. البته فرصت نشد که ما درباره مادرتان روانشون شد صحبت کنیم. ما وقتی که خانه شما رفتیم به خبرگیر استاد، از دسترخوان پرناز و نعمتشون بسیار بهره ها بردیم. حتما تأثیری در یک جا گفته بودن که ما شخصیت خود قربانی قناعت کردیم. قناعت به اندازه ارکا بود که گفت. خب از این عکس هم اینجا میرزا ترسونزاده، فاتح نیازی، شوکت نیازی، محمد جان شکوری، خب فضل‌الدین محمدی و فلایق و چند از بزرگای دیگر. یکی از عکسایی که من خیلی دوست دارم و از همین کودکی این عکس رو برگشته بود، دوباره و برگشته این عکس رو تماشا میکنم. همون لحظاتی که مثلا مهمان شدن در خانه ما این آدم‌های بزرگی علم و معرفت و شعر و شاعران و نویسندگان جمع آمدن، برای من این خیلی شیرین است. مخصوصا مقام میرزا ترسونزاده. خب معلوم است که شاگرد بودند و فکر میکنم پدرم اون با تدبیر زندگی با تدبیر، یکی از استادایی که بله البته این بحث است. مثلا داستانی دوستی و استادی و شاگردی استاد قناعت با استاد ترسونزاده، ولی شما در اینجا به عنوان داماد ترسونزاده صحبت میکنید یا به عنوان فرزند قناعت؟ یکی از شاعرای خیلی دوست دارم شعر و میراث ادبی ایشان میرزا ترسونزاده. البته سعی پدرم بود که از خردی من عشق پیدا کنم به این شعر نظم و نثر تاجیکی. یکی از اون سهامان برای من میرزا ترسونزاده بود. ما قبول کردیم که سوال آخرین بود، ولی با صحبت بالای عکس ها جریان گرفت. آیا از اشعار استاد شعری است که به اصطلاح پسندیده ترین شعری شما باشد و شما اون هر وقت میخوانید؟ حتما اون شعری که من
همیشه افتخار میکردم از شعر از ایجادیات پدرم زبانی مادری. اگر قندجویی مایل باشید بخوام قندجویی ای جناب هرچی میجویی بیجو، فارسی گویی دری گویی ورا هرچی میگویی بگو، بهر من تنها زبانی مادری است همچو شیری مادر است. این شعر رو هر کجا خوندم، در هر محفلی که بودم میخوندم بدون استثنا و همه معقول میشد. بعد میگفتن چرا ما همچنین شاعر رو نشنیدیم؟ مثلا در خارج، در دبی و در تورنتو، هر کی ایرانی زبان بود، هر کی میخوندم تعجب میکردن چرا ما همچنین شعری خوب، همچنین شعری شیرین تا امروز نشنیده بودیم. بسیار خوب. واقعا برای من این شعر یکی از بهترین شعرهای بسیار خوب. البته خصوصا در زمانی که این شعر سروده شده است، مثلا در سالهای 60 عصر گذشته، در زمان به اصطلاح همون جوش و خروش حکومت شوروی که متاسفانه مثلا به مسائل ملی کشورهای عضو اتفاق کمتر توجه می شد و گفتن این شعر از سوی استاد قناعت بسیار هم جسارت میخواست، هم استاد زمان خیلی جوان بودن، در اون سن و سال این موضوع، این ایده را مطرح کردن. درست. مخصوصا اون قسمت که فارسی گویی دری گویی و این چندان با سیاستی اون زمان شوروی آمد نامی زبان دیگر کرد، ولی استاد مثلا با یک جسارت با انجزا در این مسئله از دو چیز هیچ وقت ترس و هراس نداشت پدر من. یعنی اینکه از خردی برای من نمی ترسید، گرچند کارمند ایدئولوژی بود. خدا هست. یکی از سوالای من وقتی از همین کودکستان آمدم پرسیدم که رفیقای من میگن که خدا هست و بسیار ظالم است و پشتی ابرها نشسته و از ما پنهانی نگاه میکند، هر گناهی که کردیم بعد مجازات میدهد. پدرم یک لحظه فکر کرد و با فکر خودید، من فکر کردم جواب نمیدهد. خواستم بروم، گفت بیستا، گفت پروردگار هست ولی ظالم نیست. ظالم نیست، برعکس هر لحظه و هر دمی تو حمایتگری تو هست، از پس ابرها نه، در همه جا هست و همیشه فکر و خیال پروردگار این است که تو را حفظ کند. هر شیرینی که برای من پدرم می‌آورد میگفت از من نیست این شیرینی، از جانب پروردگار است. شما را این صحبت خوشتان آمد یا؟ همیشه این سوال من فکر کنم یکی از سوالای اولین بود که از پدرم پرسیده بودم. در همین باغچه کودکستانی که بودم این صحبت شده بود که آیا خدا هست یا نه. بعد یک دخترک میگفت که هست، از پشت ابرها نشسته از ما نگاه میکند، هر گناهی که کردیم نوشته میگیرد، بعد برای ما جزای خیلی سخت مهیا کرده است. و در تصور من چیز خیلی نقش بست. از پدرم پرسیدم، بعد همین پاسخ را دادن که هر لحظه تو، هر دمی که تو فرو میبری بیرون میاری، اون پروردگار همیشه غمی تو را میخورد و غمی چیز. از این چیز ترس نداشتن یک، از دوم چیز هیچ وقت از ترس نداشتن اونه که زبان ما زبان یکی است. زبان دری و فارسی و تاجیکی یک زبان است. از این چیز هیچ وقت ترس و هراس نداشت و آشکار میگفت. صحبتی که ما داشتیم و از شخصیت، از شعر، از مناسبت، از روابط استاد قناعت توصیف شد. این فقط با اون معنا نیست که قناعت یک شاعری برجسته ادبیات فارسی تاجیکستان و در مجموع ادبیات فارسی بود. قناعت هم به عنوان شاعر یک چهره استثنایی بود، هم به عنوان کسی که در سالهای 60 عصر گذشته در زمان اقتدار حکومت شوروی در ادبیات به اصطلاح سرخ و شعاری شوروی روح ملی را
وارد کرد و یک سلسله شاگردهای را تربیه کرد و اونها را سرپرستی کرد که اونها به عنوان نسلی که به ادبیات ما روح ملی، موضوعهای ملی را برگرداندن یاد میشن و این از خدمات بسیار ارزشمند استاد مومین قناعت است. ولی همون قسمتی که پیشتر اشاره کردم، موضوع قناعت بسیار موضوع بزرگ است که من آرزو دارم در فرصت‌های دیگر این موضوع را مطرح میکنیم. بسیار خوش شدیم که با شما آشنا شدیم و صحبت کردیم. تشکر زیاد. سلامت.